وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد یعنی چی؟ نه، برای همین الف لامی که هستم جنده الف لام چی میگیم؟ الف لام استغراق، یعنی تمام حمدها برای کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. معنای استغراق و معنای ملک میتید، یعنی حمد تمام نمودهای حمد برای کی است؟ برای یگانه الله سبحانه و تعالی است. برای چی؟ یگانه الله سبحانه و تعالی است. تمام نمودهای حمد غرق میکرد، در خود در بر میگیرد، به خود میگیرد. یعنی تمام حمد برای کی است؟ لایق الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی لفظ الجلاله معروف. الذي ارسل رسوله بالهدى. رسول یعنی رسول که گفت اینجا، رسول گفت رسول اینجا به چی میاد؟ جنس رساله میتید. رسول جنس میتید، یعنی وقتی که اینجا چی اومد مفرد مضاف به چی شد، یعنی معنی چی میتید؟ تمام رسول های از نوح علیه از آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم گذشته های چی میتید؟ بیان میتید. ارسل رسوله، یعنی حمد همین الله به کی چیکار کرد؟ تمام پیغمبر و فرستاده هایش را به چی فرستانید؟ به هدایت فرستانید. به چی؟ به هدایت. فرق بین رسول و بین نبی، رسول گفتیم چی وای؟ یعنی مردی که الله سبحانه و تعالی وای به وحی فرستانده، وحی میفرستد به چی؟ شریعت مستقل، شریعت نو مستقل میفرستد وای به که به همین چی میشد؟ امر کرده میشد که مردم به وحی آدم های چی وای همین شریعت مستقل خود به دعوت کنند. عقیده یک است، لیکن شریعت یعنی باب های فقهی میگیم مختلف است. اما نبی چی است؟ نبی هم مرد وحی میبید وای به دعوت میکند، لیکن که شریعت از رسول پیش از خود گذشته، رسول شریعتش به بالهدى. با اینجا چی میگیم؟ بای مصاحبه. بای چی وای؟ مصاحبه. یعنی بالهدى یعنی الله تعالی رسول های به چی چیز فرستانید؟ به چی چیز فرستانید؟ به هدایت. مصاحبه یعنی صاحب خداشون به چی؟ صاحب یعنی همراهی هدایت آمدن. وای ها چی آمدن؟ همراه هدایت از چی عبارت؟ از وحی عبارت بود. هم با الله سبحانه و تعالی میگه كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. دیدید؟ یعنی چیکار کردن؟ یعنی رسول ها آمدن نزد ما، به چی آمدن؟ بله جاءنا نذیر ما نزل الله من شيء، یعنی به چی آمدن وحی ها؟ به چی دی آورده بودن که خلق به قرآن آمده بوده، به وحی آمده بوده. و هدایت چند به تقسیم میشه؟ دو به هدایت توفیق و هدایت توفیق الهام و توفیق دلاله و الارشاد. این الله تعالی با کدام هدایت فرستانه رسول های؟ به هدایت دلاله و ارشاد، توفیق و الهام. و دویم هدایت چه؟ هدایت الدلاله و الارشاد. و دین الحق دین لا شک بچه به معنای چی میبیاد؟ دین به معنای عمل صالح میبیاد و به معنای چی میبیاد؟ الجزا میبیاد. دین به کدام معنا میبیاد؟ به عمل صالح میبیاد و به معنای جزا میبیاد. عمل صالح مثل چه؟ قول الله سبحانه و تعالی که قول الله سبحانه و تعالی ان الدين عند الله الاسلام، ای ان العمل الصالح عند الله الاسلام. عمل صالحی که عمل میکنه چی است؟ اسلام است. اما به معنای جزا مثل قول الله سبحانه و تعالی مالک یوم الدین و كذلك وما ادراک ما یوم الدین. یوم الدین این معنای چیه؟ یوم جزا. معنای جزا چیه؟ یعنی روز عقوبت، یعنی جزای پاداش دادن، معنای روز عذاب عقوبت دادن. دین به معنا میاد. دین الحق یعنی طبعا مثلا چیه؟ دین مثلا چیه؟ دین حق، دینی که هست، دین یگانه، دین حقی که موجود، دین اسلام است. نه لیظهره علی الدین کله، یعنی الله سبحانه و تعالی رسول آخرین یعنی انبیاء
محمد صلی الله علیه و سلم فرستانید برای چی؟ لام این چی میگیم؟ لام تعلیلیه میگیم. یعنی الله تعالی رسول محمد صلی الله علیه و سلم به هدایت دلاله ارشاد فرستانید برای چی؟ تعلیل. برای کدام سبب؟ برای اینکه ظاهر شود دینش بر دیگر دینها. دینش ظاهر امجال معنی چی میتونه؟ ظهور گفته چی میگیم؟ العلو میگیم. العلو یعنی برای ظهر الدابه، یعنی چی؟ ظهر الدابه گفته ظهر یعنی چارپا، ای بالای عالی دابه میگیم. فهمیدید می؟ لیظهره ای دین محمد صلی الله علیه و سلم بر دیگر دینها چی شوند؟ عالی شوند، بالا شوند. یعنی معناش که چی شوند؟ دیگه دینها برای به همین کتی با اومدن محمد صلی الله علیه و سلم چی شد؟ دیگه دینها همه چی شد؟ منسوخ شد. دیگه دینها منسوخ شد. برای رسول صلی الله علیه و سلم میگه ما من یهودی ولا نصرانی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا کان من اهل النار. یعنی هر یک یهودی نصرانی که من میشنه و پس من به ایمان نمیبیارد و از چی خواهد شد؟ از اهل نار خواهد شد. و این چنین حدیث ابو هریره بخاری مسلم انده چی میگه؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میگه مثل ما میگه مثل یک آدمی که میگه یک قصر چی شدن؟ یک قصر پوشیدن کامل مکمل همین تیار شده، یک موضع غشت ماند. هم اومده که خوشرویی قصر ببینید اینقدر خوشرو اینقدر چی، لیکن همین یک غشت مانه خوشرو میشد. همین غشت میموندن خانه چی میشد؟ کامل مکمل میشد. انا میگه موضع لبینه میگه و انا خاتم النبیین. هم موضع غشت من هستم میگه و من ختم کننده انبیاء هستم. یعنی به همین که با آمدن محمد صلی الله علیه و سلم تمام دین ها چی شد؟ دین های پیغمبرها کامل مکمل شد. برای همین بعد از رسول صلی الله علیه و سلم چه دیگه انبیا دیگه نبی نمیبیاد. و کفى بالله شهیدا با هست که با بعضی ها چی میگن؟ زایده میگن. یعنی بنای معنای با کدوم معنا اومد؟ معنای خوش چیه؟ معنای مناسبه زیبایی خوشرویی معناش که اومد. و کفى بالله شهیدا ای معناش و کفى الله شهیدا و الله سبحانه و تعالی چی هست؟ این چیز به خودش شاهد گواه است. کفایه کننده الله تعالی یعنی شاهد، یعنی این چیز به یعنی آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دین حق کی شاهد است این چیز به؟ خلاص کفایه هست. ما یا دو شاهد به محتاجیم. یعنی الله تعالی چی باید که کفایه هست. شهادت الله سبحانه و تعالی چی هست؟ کفایه میکنه.